اما استاد شما ما رو میگفتید از شما بسیار سوال پرسیم. نه دیگر این خیل نیست. سوالها را دیگر من میپرسم. حتی امسال سوالهای گوناگون میپرسم. من باید معینه سر شما را کمی در حرکت درآورم. سوالهای سرحیران کنک میپرسم، یعنی کمی سوالهای گوناگون میپرسم. فهمیدید؟ یعنی چه خیل استاد؟ مثلا گوشت جیره را خوردن جایز است یا نه؟ گوشت جیره مگر همین هم سوال است؟ با خدا مسخره دارم. نه من شوخی کردم. مگر این خیلی سوال میشه؟ پسرم این چیه پس درس گذاشته استاده؟ تو کیستی؟ این کیست؟ این کی است؟ تو کیستی؟ در کجا بوده؟ استاد جان بسیار یادتون کردم. مگر نبرده بودید که استاد جان؟ پسرم تو کیستی؟ چی گپ شده استاده است؟ دامولا زیا استاد جانی من. این دیوانه کی است؟ زیا گفت؟ زیا؟ چه ها میگویی پسرم؟ من استاد زیا نیستم. احمد شمشک هستم. احمدم. درس رو خلالدار کرده استاده برا هستیم. استاد تو رو در آسمان میجستم در زمین بوده اید. خدایم تو رو با ما برگردون. زنده بوده استاد جانی من. گوش کن پسرم، معلوم که تو مرا با کسی مانند کرده استاده. فهمیدی؟ حالا لطفا من استاد زیا نیستم. استاد احمدم. استاد چون سوالهایم جمع شدن که دفترم پر شده است. دیگر صبر و طاقتم نماند استاد جانی من. تمام آرام شو. گوش کن پسرم، حالا تو سوالهایت را گرفته؟ استاد زیا از کی است؟ رفته سوالهایت را از او بپرس. مینش پسرم، من در اینجا درس گذاشته ایستادم. تو درس مرا خلالدار کرده ایستاده. رو اکنون برو. استاد از سوال آغاز میکنم که سری مرا امسال بسیار گران کرده است. میلش استاد. تو اینقدر پسری یک را بوده یا؟ استاد زامبی رو کشتن جایز است یا نه؟ چی؟ زامبی استاد زامبی. انا توبه کردم خدای یک مخلوق دهان و بینیش بسیار بد است که پر از خون. بچه ها یگان کس به این سوال جواب دارد؟ او میگوید معلوم است که در تعطیل تابستان کتاب را نکشادید. جواب ندارید. شما تنبل ها. استاد آخر ما تمام کتاب های در دنیا موجود بوده رو خوانیم و این خیلی سوال جواب دادن نمیتوانیم. بله. پسرم نامی تو چیست؟ استاد من هجری هم هجری. نه هجری. زامبی. به سوال زامبی را کشتن جایز است؟ کمی جواب دادن بی‌مورد است. چرا؟ چون که در این باره عالمان و متفکران فکرهای گوناگون دارند پسرم. استاد فکر شما در این موضوع چی است؟ انا این سوال مشکل است. استاد احمد جواب داده نمیتواند. نه با فکر من استاد جواب میده. با تلفن شرط میکنیم که نمیدهد. البته. تمام نباشد تلفنات رو میگیرم. حالا اول ببینیم. نباشد نویس. البته که زامبی های گوناگون موجود است. از همین سبب تغییر می‌یابد. یعنی چه خیلی استاد؟ نه گوشت آنها زامبی های هست که از رستنی ها غذا میگیرند و زامبی های هست که میوه میخورند. نتیجه اش چیست استاد؟ نتیجه؟ زامبی که گوشت انسان را نمیخورد کشتنش جایز نیست پسرم. خیلی ممکن است. استاد خدا از شما راضی باشد. سرم رو این سوال بسیار گرم میکرد. سرم بسیار آرام شد. با خدا از هممون راضی باشد. استاد شرط رو بریدم. نه مگر زامبی هست که آدم ای نخورد. دختر مگر تو از استاد احمد دیده بسیارتر میدونی. کنی ده تلفن را. نه یگان چی دیگر ندیم. استاد درباره زامبی که آدم نمیخورد من هیچ نشنیدم. من هم نشنیدم. تمام وای من نکنید بچه ها. سوالی بسیار آسان بود. پسرم
اکنون تو بیرا، ما در اینجا درس گذشته ایستاده ایم. سوالهایم بسیار شدن، بسیاری بد شدن. یک توی دیگر میپرسم استاد جانی من. پسرم درسم رو خلالدار کرده ایستاده، بیرا از اینجا. استاد اگر روزادار باشیم بمیریم روزامون میشکند یا نه؟ خدای توبه، این چه خیلی سوال است؟ استاد مگر مرگ روزه رو میشکند یا نه؟ این دیوانه کی هستم؟ خاطرم رو هم از دست دادم و بالای این سوالهای عجایب میپرسد. عقلم رو هم از دست میدیم. بله بچه ها، با این سوال آسان جوابی دارید؟ اگر جواب میدادید حیران میشدم. تنبل های بی سواد. استاد شما یک سال نبودید، ما هم از همین سبب بی سواد شدیم. خب نباشد نویسید. این سوال با درس آینده به همتون وظیفه خانگی می شود. کاف تو کاف کرده جواب یافته می آید. استاد این سوال رو با فکر شما از اینترنت گفتن چی وایست؟ جایزه است. جایزه است، اما که گوگل رو عقلش میگیرد این سوال رو حیرانم. جواب دیدی رو بخیر کنه. تمام استاد، من حالا میروم. برای جواب سوالم رو گرفتم، باز پگاه میایم. میشود؟ استاد جانی من هم قیادت کردم استاد که دوخید بوی زور کرد. بسیار مبارک است استادم. استاد جانم. بچه ها یکان کسی این جوان را میشناسد مگر؟ با خدا استاد یکم بار دیدم. نمیشناسیم استاد، اما وکیم چه خیلی عجیب بود. استاد شما رو با کسی مانند کرده است؟ بله به فکر من. مایلش حالا در امتحان چه خیلی سوال ها میپرسید گفته پرسیده بودید. عیناً همین خیلی سوال ها میپرسم، در خاطر گیرید. چیه؟ اما استاد شما آخر از درسایی که نگذشته سوال نمیپرسیدید کو؟ اعتراض نمیخواهم. استاد بچه ها شوخی کرده ایستاده است. شوخی نکرده ایستادم. انا همین خیلی سوال ها میشود. ای بر سرمون بابا گرفته می؟ آی استاد بسیار تغییر یافته هستی. خوب نباشه تمام. برای امروز همین قدر دست کفایه است. رفته میتوانید روید. استاد حالا زنگ نشده است؟ یا خدایا توبه، تلفن من هم زنگ میزنه. بچه استاد تا زنگ نمیشد ما را جواب نمیدادید کو؟ ای بچه ها مگر یک دو دقیقه مشکلی است؟ اما در کلیدار غوغا نکنه که گپ میشنوم. میلش با این استاد چی شده باشد؟ بله خیر نباشه. استاد ببخشید هستو نیست نکردید کو؟ هستو نیست؟ خیر امروز ها نخواستم. خیزی خیر درس های خوش. در کلیدار غوغا نکنید بچه ها. خیر. ای با خدا هیچ نفهمیدم. این استاد تماما تغییر یافته است. چیکار میکنید؟ چل به هیچ کجا نمی آمده است. توی جیانش است، باید بیاید. علاوه بر این در این خانه همچون اپا و خواهر کلان شدن. می آید. آخر پدر جان شما راست میگوید و میلیس رو هم فهمیدن لازم. غرورش بلند است. ای غرور پرور نگو. هر کسی که در این خانه زندگی میکند باید با توی بیاید. بابا جان یگان جای مجبوری نیست. بگذار اومدن نخواهد ناید. نمی شود. مگر میلیس دختر این خانه نیست؟ می آید گفتم می آید. رفته جیغ زنید از حجره شاید. رفته فریادش کنید. نگاه کردن نیست کل. سلام استاد. سلام. شکر که زیاد شده دوستو رحمت. رحمت تشکر زیاد. به من یک دانه سمبوسه کدوگی میدی؟ سمبوسه؟ باوری داره دوستو؟ باوری دارم. چه جایی ناباوریش است؟ اشتهای تام. رحمت. سلام استاد. سلام. خدایا تا چی شده ایستاده است؟
چی کار میکنی؟ چی کار کنم؟ سمبوسه میخورم ده؟ نه تو این را خورده نمیتوانی. چرا خورده نمیتوانست؟ خورده نمیتوانی چون تو از سمبوسه الرژی داری. چی؟ مگر یگان آدم هست که از سمبوسه الرژی داشته باشه؟ هست به خدا که میشود. تو وقتی که سمبوسه رو میخوری انا همین خیلی دم میکنی. چی ها میگویی؟ یعنی چی حالا مگر من سمبوسه رو خورده نمیتوانم؟ خورده نمیتوانی. اوف. خیر استاد احمد مادامی که بر هستیم و صحبت میکنیم یادی گذشته میکنیم یعنی من درس ندارم بخیر. اما من درس دارم. دیدی استاد احمد باز میجگان رو پسند. مگر در یاد نداری که معلم میجگان استاد احمد رو 1 سال انتظار بود دیوونه شده بود. این کارش به فکرم زیبنده نیست. به فکری من هم. مگر این خیلی میشود جنابی احمد من تو را 1 سال انتظار شدم 1 درس انتظار شوم مگر بسیار است؟ هیچ است. ای خانم میجگان این خیلی نکنید ایستید. چرا دستی مرا قپیده ایستادید؟ مگر میزیبد من معلم درس دین هستم نکنید. مگر این خیلی میشود احمد جان اما شما چون با من دست دراز میکردید میانم رو میقپیدید این خیلی نمیگفتید که احمد آخر انا شما به پیش من افتیده تکلیف اولاد شوی کرده بودید فراموش کردید مگر در یاد نداری تو؟ من نه حقیقت بوده نمیتوانم. ای با من چقدر دیوانه وار عاشق بودنت رو من به خاطرت میارم خواطر مشم. عاشق؟ با تو؟ خدایم از دست دادن خاطرم چنان چیزی بود است که با یاد ندارید ها؟ باشد من به یادتو میارم. نه هیچ لازم نیست گذارید. راستی بگذار همین خیلی است. مگر این خیلی میشود احمد جان؟ زن شد من باید به درس روم. 1 سال شد که به درس ندار آمدم. اما احمد جان ای آخه جون نگریزد مگر من گریزم. زود به درس بچه ها زود هیچ گپ نه. انا پدرجان آمد. لبای بابا مرا دعوت کردید. بله میلیس دخترم با توی می آیی همین خیل نه؟ نه بابا جان من نمی آیم. چه نمی آمده بوده ای؟ مدامی که 1 پاره این آیله هستی با آمدن مجبور هستی. بابا لطفاً مجبور نکنید. من با آن توی نمی آیم. می آیی میلیس؟ مگر مجبورم بابا؟ چنان مجبور هستی که تا وقتی در خانه من زندگی کردنت به گپ‌های من گوش میدهی. یعنی در خانه ما حالا هم دوره غلامداری هست ها؟ چی شد بابا؟ اگر به توی نآیم مرا از خانه پیش میکنی؟ میلیس سفسطگویی را بس کن. در حال بخشید بپرس. پدر بس است بیزور شدم. راندنی باشد بیراند. فقط زهرویش نسبت من هیچ محبت ندارد. این بد اخلاقی را بین؟ به این حالت 1 بینگر باز از من محبت انتظار هستی. براو جنابی فروخ دخترت را بسیار خوب به وای رسانده ایم. براو. فروخ پدرت تو رو گفته مرا میشنواند. تولین در پدرت نعلت دم تبگم جم خیلی شتکشت میکنم. فروخ مگر گوشه نمیشنود؟ اینجا کار نمیکند. ای پدر مادر چی میشود 1 بار مرا طرفداری کنید ها؟ مگر شما به عدالتی این خانه رو پای نبرده اید؟ تنها برای در این خانه کثیف زندگی کردن با سفسطه های بابایم طاقت میکنید. چه کار کنم؟ این دیوانه مرا نمیگذارد. به خدا بیزار شدم. این قدر زنی چسبک بوده است. یا خدایم توبه کردم. نخواد من در حقیقت به این زن تکلیف عایله دار شوی کرده باشم. تو مگر دیگر زن نیافتی همین را انتخاب کردی؟ اوف مگر مست بودم؟ این خیل گویم نمیشد چون که معلم درس دین هستم. یا خدایم من هر چه زودتر خاطرم را باید برقرار کنم.
سفسطه ها؟ سفسطه. آفرین، سفسطه. اینجا باشد خانه کثیف ها؟ نیلیس، به تو بار دیگر میگویم اگر به توی تشریف ناری این خانه کثیف را ترک بکن، نابود شو از اینجا. پدر جان، مادر جان، التماس از این خانه رویم، با خودمان حیاتی خوب بنیاد کنیم. چرا در جایی که ما را نمیخواهند ایستاده ایم؟ آخر من با این دختر زندگی کردن نمیخواهم. میلیس شیرینکم، اینجا خانه ماست. من چون با پدرت اویلادور شدم اومدم. تو در اینجا تولد شدی، در اینجا کلان شدی. ما به یگان جا نمیرویم، نه پدرت و نه من. در همینجا زندگی میکنیم. حالا باشه، رفته از بابات عذر بپرس. بیرم. مادر نمیفهمی، تو هم نمیفهمی. بیزار شدم، بس است. من در این خانه زیادتی هم میروم از این خانه. این چی شده هستم؟ میلیس بیتول، تو رو در حقیقت دوست میدارم. برای این رو اثبات کردم باز چی کنم؟ سامی، مشکلی در دوست داشتن و نداشتن من نیست. تو مرا درست فهم. تو رو نمیفهمم. چیلی اکا هم گذرت صحبت میکنیم، گفتی 1 سال گذشت حالا هم صحبت نکرده این بیتول. باز چقدر دیگر عزا میداری ها؟ بله بگو، اجازت بده تو رو خوشبخت کنم، اویلادور شویم. سامی، گوش کن. من تو مرا دوست میداری؟ ها؟ راستش رو بگو. سامی بیتول، بله بگو. ها؟ بله بگو، مرا زاری نکنم. ها؟ دیدم داملا زیان نمورده است، استادم زنده است. شکر خدا، هزاران بار شکر خدا. تو چی ها گفته استاده هجری؟ تو شنیدی چی گفت؟ حیف این پسر دیوانه شده است. در کوچه ها داد و فریاد زده میگردد. بسیار جوانی خوب بود وقتی که هوشیار بود. من خودم رو بد حس کرده ایستادم. با کلینیکا میروم. تنها ماندن میخواهم. سامی میلش تو بازدید. بیتول، های هجری، تو هم وقتت را یافتی ها. بیتول، السلام علیکم. سلام علیکم. زود رفته طهارت کنید، حالی وقت است. اکا شما خواندن گیرین، من بگه غذای میخونم. اکا به سر و یک تو زنم غذایش را فراموش کنند. دمتان را گیرید، رفته طهارت کنید. دامالای دیوانه انتظار نمیشود. سوالم را جواب داد. سوالم را جواب داد. خدایا هزاران بار شکر، سوالم را جواب داد. نمک خلیل، شکری زیاد میخوام. اکای کلام، سوالم را جواب داد. شکری زیاده، سوالم را جواب داد. بخیر است هجری، چی خورسندی؟ یا که مگر یگان استاد نو یافتی به سوالهای جواب داد؟ خیلی استاد، امک خلیل استادی خودم رو یافتم. استاد زیا را با سوالم او جواب داد. وای این بیچاره با داملای دیوانه سر و کار گرفته، عقلش را گم کرده است. بیهوده نگفتم با ماه شینی ماه شدی، با دیگ شینی دیگ. داملای حقیقی منم من. او دیوانه است، با بالای این او مرده است. مرد میگویم، نمیفهمید مرد. ای استادم زنده است. داملای دیوانه بین به سوالهایم جواب گفت. بینده اکای کنون بین. استغفرالله. واه این پسر حیف شده. در 1 سال از پشت یک داملا به چه حال گرفتار شد؟ آدم بالای این جنایتکار برآمد. پلیس چند مدت در کافت و کاف او بوده است. داملا از من خفه نشوید. تا این روز گناه شما را گرفتیم، حقیقت را پایمال کردیم. دیوانه گفتیم. داملا ما را ببخشید. خداوند شما را هدایت کند. دیگر چی گویم؟ اگر یک بار دیگر درباره داملازیا ساختکار بود، ماختکار بود گویی، گوشهایت را میبرم شیطان. اکای رجدوی استادم را تهمت میکنی، گناه است. از پس انسانهای مرده ما را باباهایمان وصیت کردند که گپهای بد نگوییم. ای رجبای امک خلیل، استاد زیا زنده است میگویم به شما. خدا را هزاران بار شکر، سوال دادم جواب داده. هجری بای، بعد از نماز بیا کمی با تو سیر و گشت کنیم. سرت آرام میشود، خوب میشود. اینقدر سر و کار نگیر پسرم، حیات دوام دارد. اکای کنون، من استادم رو یافتم، سوالم رو پرسیدم، چیزی میکنی. خدا را شکر. بسیار زیبا شده بود. نموریش هایش را تراشیده بود. رفته طهارت کنید، زود باشه. روید. من باید کمی سرم رو آرام کنم. آخر این خیلی نمی شود. خاطرم رفته است، هیچ چیز رو در یاد ندارم.
اوف، کسبم در خطر است. نه آخر به یک زن دیوانه گویا تکلیف عائله دار شوی کردم. نه آخر به او هم نمی شود، چون که از دست دادن خاطرم را تنها او می داند. آف اینها بسنده نبود که باز از همه صنف دیوانه به من راست آمده است. اوف، من چی کار میکنم که نمیدانم. هیچ گپ نه، یک موسیقی گوش کنیم. जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा این چگونه موسیقی است نفهمیدم. این هم آخر به یک معلمی درس دین نمیزیبد. این موسیقی من نیست. کنی دیگرش را بینید. بله، موسیقی ما انا این است. ای حضوری مقدمت در زندگی برهانی من مرده بودم زنده هیچ کس مرا دوست نمی دارد. من زندگی کردن نمی خواهم. حیفان، آینه را شکستی. با کجا میگریزی ها؟ اگر تو را نکشم. بس است اکنون، بس. من دیگر طاقت کردن نمیتوانم. چیزی نباشد فقط زهرا. مادر، تو هم مگر مرا حتی پدر و مادرم دوست نمیدارد؟ من یک رابی مانندی دیوانه ماشین رو میراندم. من حالا به تو نشان میدیم. خدایا توبه، این کجا گم شدن؟ مگر از من گریختن را فکر کردی ها؟ او خدایا، چرا من در این دنیا تنهایم؟ چرا تنهایم؟ یا خدایا، از پشت یک دیوانه شدیم. ما را به کجا آورد؟ این کجا باشد؟ وای، اینجا را حتی نمیدونم. باز گم نشوم. یا خدایا، من چه گناه دارم؟ چرا مرا هیچ کس دوست نمیدارد؟ وای، در اینجا چی کار میکند در بین کپروک ها؟ یک دقیقه، این مرد نبوده است. دختر بوده است. وای، چی شده ایستاده است؟ ای دختر، چی کار میکنی؟ تولین، میلش را نیافتی؟
телефонаш ҳоло ҳам хомӯш аст. به فکرم بسیار فشارش آوردم. گفتم به او درس شود اما خطا کردم. خدا نشان ندهد باز یگم دیوانگی نکند میلیس. چی خیلی دیوانگی ها؟ همش از روی آن نبره یگانت زهرات است. اگر به دخترم یگان چیز شود شما رو اصلا نمیبخشم. اصلا. چی گپ شده است بابا جان از پشت من؟ چی شده است؟ میلیس به زنگ‌های تلفن جواب نداده ایستاده است. شاید نزد یگان دو گناه‌هایش رفته است. کمتر پس می‌آید شما غمگین نشوید. دختر برای چی خودت رو پرتافتی؟ بیا بیا زود التماس تمام. تو خوب هستی؟ دومولو نه ناممکن است. مگر من مردم؟ نه نمرده ای، زنده ای، خواطر نشد. نترس، هیچ چیز نشده است. نه خوبی، زنده ای. دومولو مگر مرده ها رو شما در همین جا پیشواز میگیرید؟ دومولو من مگر به بهشت رفتیدم؟ از آنی که با شما روبرو شدم انیق در جنت هستم. من به دومولوی ساخته بودنی شما باوری نکرده بودم. ساخته؟ دومولو؟ آیا تو چی گفته ایستاده ای؟ من آخر استاد هستم. تو مرا از کجا میشناسی؟ دومولو به شما از آن دنیا خبرهای بد دارم. از کدام دنیا؟ حیاتتان رو برای او فدا کردید کو؟ زهرا بود کو زهرا؟ شو کرده ایستاده است. ای زهرا کیست خواهرم؟ تو چی ها میگویی؟ به فکرم از برنده هفته دقلش را گم کرده است. دومولو زهرا میگویم. ای زهرایش کیست؟ درباره چی گپ میزنی؟ زهرایش کیست؟ تمام دومولو تمام. من شما رو بسیار خوب میفهمم. کوشش زهرا رو فراموش کردن رو دارید، اما دیگر یگان اهمیت ندارد. همه‌اش در گذشته موند. اکنون در این طرفیم دومولو. در کدام طرفه؟ دومولو مردیم کو. توبه استغفر. ای خواهر زیبایم، نمردیم. تو از حقوق جهیدی، من باشم تو رو نجات دادم. همش همین. چی؟ یعنی ما مگر نمردیم دومولو؟ ای نمردیم، چرا میمردیم؟ حالا روزهای خوش ما را از پیش انتظار است. چی خیلی؟ دومولو شما هم نمردید مگر؟ یا خدا، از برای خدا با من یگان زنی صاحب عقل رو روبرو بکن. من تنها یک صدمه را پس سر کردم، نمردم، زنده ایم، نمردیم. یا خدایا توبه. زود برخیز، کنی برخیز. بیا خوب هستی؟ یعنی نمردید ها؟ توبه کردم خدا. زود رفتیم پیش درون. خانه شما در کجاست؟ رفتیم. در همینجاست؟ همینجا. گوش کن، از این کارهای خودکشی دست میکشی، مگر همین کار است؟ خودکشیش چیست؟ آدمان چقدر حیات دارند اما بر زمین این زندگی را دوام داده ایستادند. مگر دردی تو از آنها دیده بسیارتر است؟ در اصل نیست. اوف، مگر خودکشی زیبنده است؟ البته که نمیزیبد. از پشت اون زهرا قریب بود که جانم رو از دست میدادم. گوش کن، از زهرا گفتن دست کش آخیر. اینقدر زهرا گفتی؟ اهمیت نده، رود بلا بپسش. و ما چی آخه؟
бале домуло рост мегӯяд, худо нишонаш медиҳад. бе ҳамин ҳам ӯ нисбати шумо бисёр корҳои бад кард домуло. оф гӯш кунед, чанд маротиба гуфтам ман зуҳро гуфтани касро намешиносам, дар ҳаётам надидам. зуҳро дар ҳаёти ман нест. аммо домуло, яъне домуло зиё боз ҳила карда истодааст. албатта калтакелас буданаш фош шуд. аҷабо чӣ хел аз беморхона баромад, амбор таркида буд ку. домуло, аз рости шумо чӣ хел шифо ёфтед? ҳама гуфтанд ки шумо вафот кардед. ҳатто намози ҷанозаатонро хонда буданд. ман ҳаминро нафаҳмидам. 1 сол дар беморхона будам. ҳама маро мурда медонанд. куштан як тараф, номурда ба мазор гузоштанда. ман не, шуморо зуҳро ба хок супурд. гӯш кун, боз зуҳро мегӯӣ. ин хел накун. аммо баъди мурдани шумо оиладор шуданро қабул кард. шояд шунида бошед. нашунидам. ба ман чӣ? оиладор шудани бошад шудан гирад. дар оиладоршавӣ баракат аст мегӯянд. бигзор хушбахт бошад. бале, инро шумо аз аламатон мегӯед. боварӣ дорам ки шумо ҳам ғамгин шудед. чаро ғамгин шавам? ман ҳаминро намефаҳмам. зуҳро гуфтани касро намешиносам. барои шахсе ки намешиносам чаро ғамгин шав? худоё тавба. домуло, барои оиладор шудани зуҳро ғамгин нашудед? бало занад. зуҳро бас аст. бас ба худо ки бас аст. тамом, домуло рост мегӯед. ман ҳам ба ҷои шумо мебудам ӯро фаромӯш мекардам. зинда будани домуло зиёро асло намефаҳмид. зуҳро домуло зиёро бояд набинад. бинад агар аз оиладоршавӣ даст мекашад. домуло, ман равам. барои оварданатон раҳмат ва барои наҷот доданатон. хуб, маро гӯш кун. аз он кори худкушӣ даст бикаш, фаҳмидӣ? майлаш, то боздид. чӣ гап аст? қаср ҳам қаср будааст. вой, чанд ҳуҷра дошта бошад. ҳаётро бин, боз ба худкушӣ даст мезадааст. оинаамро ҳам шикаст. оф. мелис, бигӯй, ин чӣ ҳол аст? ҳеҷ чиз нест, модар. чӣ хел ҳеҷ чиз нест? моро аз хавотирӣ кушти. ин чӣ ҳол аст? ҳеҷ чиз нест, модар. пешпо хӯрдам, ба об афтидам, ҳамааш ҳамин. ҳеҷ чиз набудааст. мелис, духтари зебоя. падарҷон, моро хавотир кардӣ. ин чӣ ҳол аст, духтара? духтар дар куҷо буд? моро тарсондӣ. аз барои ман шуда ба ту чизе рух медиҳад гуфта бисёр тарсидам. ҳеҷ чиз нест, бобоҷон, ман хубам. ҷонам. аз ҳамаатон бисёр узр мехоҳам. зуҳро, ман ба ту ноҳақӣ кардам. ҳатман дар тӯи ту иштирок мекунам. интиқоми ман аз ту бисёр дарднок мешавад, зуҳро. домуло зиё намурдааст, зиндааст. ва ту зинда будани ӯро баъд аз шавҳар карданат мефаҳмӣ. ба диққати тамоми гурӯҳ каме пеш дар маҳаллаи марказӣ мошини варзиши сурх ки гум шуда буд ба камера афтидааст. рафтем. худоя тавба. инҳо чӣ мехоста бошад? дар ин ҷо истам, ақаллан гузарам. чӣ гап бошад? инҳо маро паронданиянд? зуд бошед, бачаҳо, меравем. мошини низомро пайдо кардам. чӣ гап аст? магар онҳо маро мепаронанд? маро ба кӣ монон карда бошад? калтакелас, кош ки ин рӯзҳо дар хоб бошад. ту намурда бошӣ. кош ки баромада оӣ. кош ки меояд, баргашта меояд. аммо баъд аз оиладор шудани ту бидон, домуло зиёро асло соҳиб намешавӣ. чунки ту ба ӯ арзанда нести, зуҳро.
کنیا ماشین در کجاست؟ سردارم ماشین گریخت او را گم کرد. چی خیلی گم کرده؟ چی خیلی گم کرده؟ ای سردار شما را هم کاری کرده تان را هم یک ماشین را داشته نتوانیده؟ سردارم آروم باشید، ماشین رو حتما پیدا میکنید. آروم باشید، آروم باشید. ای تو هم خاموش شو. اینم شما یک ماشین یافته نمیتونه سردار به سر مرا داد بزنه. خدا خواهد با شما نقشه سردارم. بفرمایید بابا جان بیاید. ана ҷуфти сол чӣ қадар ба якдигар зебанданд ҳа? як бори дигар қарсак занед. гузаред зуҳро. марҳамат меравем. бия гузар бия зуҳро духтарам гузар. چی خیلی حیات دارم؟ من هیچ نفهمیدم. مدام پلیس ها از قفایم هستند. به خانه روم نمی شود. به خانه روم دستگیرم میکنن. نه من خوبش در ماشین خواب میکنم. بله در ماشین خواب میکنم. با دقت تمامی گروه ماشین ورزشی سرخی مواد مخدر میکشند در نزد ساحل دیده شد. زود رو پیگیری نماید. مرکز فهمیده شد. به جای حادثه بسیار نزدیکیم. در حال میرویم. تقدیر را ببین. سردار امروز توی خانم زورا بود که آخر. بگذار باشد. با تو چیه؟ اگر من درباره خانم سلم نباشم او از من خفه می شود آخر. شما هم باید در تو اشتراک کنید. آخر خانم زورا خواهر زنتان می شود کن. چخیل خواهر زنم؟ چخیل خواهر زنم؟ مگر خواهر زنم ما با حال جدا شده. اگر من با اون خانه روم اکرم دیوانه هست کو مرا در پیش همه میپراند. او در حقیقت شما راست گفتید سردارم. من اون دیوانه را فراموش کرده بودم. خدای توبه. این پلیس ها چرا از قفای منن؟ چی خیل فهمم؟ چی خیل؟ بله میچگان حیاتم رو هم میدونن. گم کردنی خاطرم رو هم میدونن. زن رو بین همه چیز رو میدونن. اینک چرا از قفای من بودنی پلیس ها رو هم میدونن. انیق سردارم انا اون ماشین. بلا زند اینها را. باز از قفایم هستند. نزدیک شدیم سردارم. کم طریقه تیزتر. سردارم آخرین حریف رو ببینید. به عقل است چی است؟ اینقدر یک رو است هیچ تسلیم نمی شود. وای بیشرف رو بین. سردارم دیدید بعد از رحمتی کلتکل از این حریف یکمین است که شما بیشرفش گفتید. خدا خواهد کلتکل است آیسته آیسته فراموش میکنید. خاموش باش. دقتم رو پریشان کردید. سردارم گاز رو زیر کنید. چی گفت است آخی؟ تو رو میدارم. سردارم کم ترگر تیزتر باشید. گذاره از برش گذاره سردارم. سردارم آیسته تر دلم به حضور شد. صف زده نگو. تمام. این رو بید. سردارم دلم شوریده است. بیشرف رو بین ادروی 180 میرم. سردارم در همین ماشین پرت میشود. ببین دمت رو گیر. اوه لعنتی. لیوین خوب دیگه کن ویکی.
دیده نتوانستم بسیار تیز رفت. بسا یک رو بودند. خدای توبه. فو، بنزین هم تمام شده ایستاده است. بسرم بلا شد. مهمانانی از دور نزدیک آمده. شما را به توی آینه دیویرها و شنبیها خیر مقدم گفته. قدمتان نور دیدگانی ما بود. بلا زند. بنزین تمام شد. نگوریز ایستا تسلیم شو. نگوریز پرانم نگوریز. مراجعت این جفت جوان برای آیله برپا کردن پیشتر دیده شده بود. برای آیله دار شدنشان مانعی نیست، چون همه آماده نکاح را آغاز میکنه. حالا در نزد مهمانان و شاهدان خواهش آیله دار شدنتان را یک بار دیگر بیان کنید. نکاح را برپا میکنیم. شما محترم زهرا شنی، با اختیار خودتان فاتحه شده در برتان بوده محترم ایکو دیوی را به شوهری آیا قبول میکنید یا نه دختره؟